به نام خدا و به نام رسول خدا. من نیاز محمد نیازی، ساکن شهرستان گنبد کاووس. اینجا 27 سال تهران موندم. در این موقعیت استفاده کردم که انجمن روابط فرهنگی ایران شوروی بود. رفتم اونجا در مدت 4 سال، البته 3 سال بود، من چون معیشت زندگی من برای بچه ها داشتم مشکل تر بود و از طرفی هم دستور زبان فارسی ما بلد نبودم، هم روسی هم فارسی. بالاخره با یه اراده که میگن خواستن توانستن هست، با این شعار من زیاد زحمت کشیدم. در نظر گرفتم آقا اقتصاد اینجا بر محور چی هست. به این نتیجه رسیدم که اینجا یه موقع انبار قلعه به نام قلعه ایران بود، کشاورزی و طلای سفیدم پنبه که ما اینجا داشتیم. در درجه اول به کیفیت این که با پدران و مادران ما قبلا با رنگ‌های گیاهی این رنگ‌رزی می‌کردند و بدین طریق این اسم فرش ترکمن به جهان شناخته شده. ترکمن تا خودشو از کمون که اومده بیرون، ما 5 تا مذهب را عوض کردیم. ترکمن بوداییزم، شمنیزم، زرتشت، موسویزم، آخر سر اسلامیزم. 5 تا مذهب عوض شده و من فکر میکنم در مقطع زمانی شمنیزم، آب و آتش و درخت را میپرستیدن. در اون موقع احتمال این هست چون به آتش زیاد احتیاجی بود، بیابانگرد و چی و از این چیزایی، و به من درک میکنم، فکر میکنم یکی از آتش باشه، یکی هم از طلوع غروب آفتاب هوا صاف باشه. خیلی ارغوانی، خیلی زیباست. شما الان دوباره اینو من میگم نگاش بکنید، از پشت کوههایی که آفتاب صاف باشه میاد، واقعا زیباییشو به جهان میده. این روشناییشو، این از این تاریکی ها و چیا و اون خودش یک افسانه هست. این طبیعت خدا و این مسائل آفتاب به این شکل.